الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بینندگان عزیز، برادران، خواهران گرامی، امروز سخنی ما و شما از انواع کفر می باشد. چنان که پیش فرمودم، کسی که ایمان را می خواهد به طوری و طرزی حقیقت بشناسد، باید مقابل ایمان که کفر است آن را بشناسد. کسی که می خواهد و خواهش دارد که توحید را بشناسد، باید شرک را بشناسد، چرا که همیشه راه حق یک نقطه مقابل راه باطل می باشد و اگر کسی راه باطل را نداند، شاید بر آن رفتار کند و برود، لکن نمی داند که من در راه باطل روان هستم. پس نقطه مقابل توحید شرک بود، آن را بیان کردیم. نقطه مقابل ایمان کفر است. اصل کفر در لغت عربی به معنای چی می باشد؟ اصل کفر به لغت عرب به معنای جهد، انکار، و به معنای ستر، و میگویند فلان کافر هستند، یعنی حق را پوشیدند، حق را منکر شدند. و پس به این نکته، به اصل لغت عربی که فهمیدیم که کفر معنایش چیست، کفر معنایش است که پت کردن حق، پت کردن حق، یعنی یک انسان میداند که حق چیست، باز آن را پنهان میکند. میداند که حق چیست، آن را انکار میکند. و این کفر شاید در هر رکنی از ارکان ایمان واقع شود. اگر کسی انکار ملائکه را کند، این کفر گفته می شود به رکنی از ارکان ایمان بالملائکه. و اگر کسی نافرمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کند و این را گویند که امر اون لازمی طاعت من نیست، این کفر در رکنی متعلق بر رکن ایمانی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و زیرا کفر چند نوع است. من حیث الحکم، نظر به حکم و بزرگی و کلانی و کوچکی و خردی کفر بر دو قسم می باشد. اولا و خطرناک نوع کفر آن کفر است که انسان را از دین و دایره اسلام خارج می کند. و هر جا که در قرآن ذکر کفر معرف به ال آمده باشد، همین قسم مرادش می باشد. و چنان که رب العالمین در قرآن فرموده والذین کفروا
هر جایی که در قرآن به این صفت به این صیغه آمده باشد مراد به کسانی که کافر است آن کسان می باشد که آنان از اسلام و از دایره اسلام خارج است. و کسانی که از دایره اسلام خارج می باشد دو قسم می باشد. یکی آن کافران اصلی که آنان در اسلام داخل نشدند اصلا، و یکی آن کسانی که در اسلام داخل شدند بعد از آن کارهای یا گفتارهای یا اعتقادهای کفری را داشتند از دین اسلام بیرون شدند. چنان کسانی که احکام آن را در کتاب‌های فقه مثل کتاب‌های فقه احناف و مالکی و شافعی و حنبلی میگویند احکام المرتدین، حکم‌های اسلام که متعلق دارند به کسانی که آنها مرتد می باشند. پس کفری که انسان را از دین و دایره اسلام خارج می کنند آن 5 نوع هست. اول کفر تکذیب خداوند یا کفر تکذیب پیغمبر او رسول او، و دلیل آن قول باری تعالی می باشد که می فرماید ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. در سوره عنکبوت آیت 68 آمده که رب العالمین باری تبارک و تعالی می فرماید چه کسی که ستمگر تر از کسی هست، چه کسی ستمگر تر از کسی است که بر خداوند دروغ می گوید و رسول حق او را دروغ می گوید و برای هدایت او آمده سخنهای خدا، سخنهای الله، سخنهای پیغمبر او، لکن او تکذیب می نماید. آیا جایگاه کافران در آتش دوزخ نیست؟ این آیت کریمه دلالت به این می کند که اگر کسی سر خداوند دروغ بگوید کافر می شود. اگر کسی سر دین خدا قصدن تعمدن دروغ بگویند کافر می شود. و همچنین کسی که سخنهای الله را قبول ندارد که در قرآن آمده یا در حدیثهای قدسی بعد از ثبوت آن کافر می شود. و همچنین کسانی که سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارند، دین خدا را به عقل خود یا به فکر خود یا به خواهشات خود میفهمند، آنها کسانی هستند که منکر از سنت می باشند، آنها کافر می شوند. دوم نوعی از کفر اکبر، کفر عدم قبول حق. بعضی علما نام این کفر را کفر تکبر مانده‌اند، کفر غرور، کفر با دانستن و معرفت آن. میدانند که حق این هست لکن عمل نمی کنند. میدانند که حق راه پیغمبرها است لکن رفتار نمی کنند. میدانند که اسلام راه حق است لکن مسلمان نمی شوند. دلیل این قسم
در قرآن آمده باری تبارک و تعالی می فرماید و اذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. در سوره بقره آیت 34 آمده که رب تبارک و تعالی پروردگار می فرماید و بیاد آور هنگامی که به فرشتگان گفتیم سر تعظیمی برای آدم فرود آورید و سجده کنید او را، پس انکار را کردن به جز ابلیس که از تعظیم آدم سرباز زد و در علم خداوندی ابلیس از کافران بود. معنای دلالت این آیت ظاهراً این هست که ابلیس میدانست سخن رب العالمین را. معنای سخن خداوند این بود که سجده کنید به سوی آدم تا امر من را بجای کنید. ابلیس این امر را فهمید، لکن به مقابل امر رب العالمین قیاس عقل خود را پیش کرد، نافرمانی کرد. حق را دانستن و فهمیدن لکن عمل نکردن. پس رب العالمین فرمود و کان من الکافرین، و او بود از کافرها، یعنی به همین عملی که او اظهار کرد، به سبب همین نافرمایی که او برای ملائکه و برای آدم ظاهر کرد. سیوم قسم از اقسام کفر، از انواع کفر اکبر، کفر شک و تردید و ظن و گمان می باشد. کفر شک و تردید و گمان و ظن چی معنا دارد؟ یعنی از یک انسان پرسان می کنید که دین اسلام حق هست یا نه، می گویند نمیدانم، شاید حق باشد شاید باطل. این تردد و این گمان و این شکی که در دین اسلام دارند، این فی نفسه یک نوعی از انواع کفر می باشد. اگر از پیش یک مسلمان پرسان کردی و گفتی که شرک کفر هست یا نه، یهودیت و نصرانیت کفر هست یا نه، باید به طور یقینی بگویند که ها، شرک کفر می باشد، یهودیت کفر می باشد، نصرانیت کفر هست. در این مسئله کدام گمان یا شک باید در دل مسلمان پیدا نشود. اما اگر در دل مسلمان کدام گمان پیدا شد به این نوعی از مسائل حق، این فی نفسه یک نوعی از انواع کفر می باشد. دلیل این نوع که کسی شک و تردد در حق کنند چی هست؟ شک و تردد در مسائل ایمان کند، در مسائل توحید کند چی است؟ باری تبارک و تعالی می فرماید و دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. در آخر این آیت ها فرمود رب العالمین که او گفت، نفری مقابلی که موحد بود، لكن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. این قصه ما بین دو همسایه، یکی مومن یکی کافر، در باغهایشان این محاوره و مناظره و این سخنها پیش شد.
آدمی کافر گفت به خیالم این بهشتی که من دارم، این باغی که من دارم هیچ وقت زائل نمی شود. یعنی معنای سخنش است که دنیا دائم می باشد. به مقابل مردی که مسلمان بود، همسایه او بود، برای او گفت اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ایا کافر شده ای به آن ذات مقدسی که تو را پیدا کرده است از خاک، باز تو را پیدا کرده از نطفه، باز نطفه تو را یک انسان آدمی سوا برابر جور کرد. لکن من هیچ وقت هرگیز این کفر را نمی کنم. هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. صرف او پروردگاری من است و من عبادتی او را می کنم، هیچ وقت با او شریک نمی آورم. پس پنجم نوعی از انواع شرک اکبر چی می باشد؟ باید بدانیم که چهارم نوعی از انواع کفر اکبر کفر روی گردانی از دین. روی گردانی از دین. بسیار امروز مردم هایی هستند که می داند دین اسلام حق هست لکن روی خود را از دین گرداندند. روی گردانی از دین یک نوعی از انواع کفر می باشد. هیچ کدام اهتمامی به دین ندارد. اهتمامی عظیمش به دنیا می باشد. رب تبارک و تعالی می فرماید والذین کفروا عما انذروا معرضون. در سوره احقاف آیات 3 آمده که رب العالمین پروردگار عالم می گوید و الذین کفروا، مردمی که کفر ورزیده اند، نه به دلایلی که در سراسر وجود است و نه به اندرز پیغمبران گوش می دهند و نه به آنچه از کتابهای آسمین و نه به آنچه از کتابهای آسمانی فرود آوردیم توجهی دارند، بلکه از همه چیز روی گرداندند، بلکه از همه چیز روی گردانند. والذین کفروا عما انذروا معرضون. آنها کسانی که کفر میکنند، یهود و نصارا و هندوس و غیره، کسانی هستند که یک صفتی آنها، یک سببی از اسباب کفر آنها چی است؟ که عما انذروا معرضون. از چیزهایی که پیغمبرها برایشان گفتند در کتابها معرضون، روی خود را گرداندند، نگوش میگیرند که الله چی گفته، نگوش میگیرند که پیغمبر خدا چی گفته. پنجم نوعی از انواع کفر اکبر کفر نفاق آمده در قرآن. کفر نفاق چی را میگوید؟ یعنی یک انسانی اسلام را ظاهرا قبول دارد لکن در دل خود میگویند که نه، بلکه دین اعتقاد دموکراتی یا دین و اعتقاد سوسیالیسمی یا دین و اعتقاد کمونیستی بهتر می باشد. یا این اعتقاد دارد ظاهرا مسلمان است لکن در دل خود میگویند که کمونیستی و امپریالیسمی
بهتر است. یعنی در دل خود نفاق داره. نفاق معنای چیست؟ حقیقت نفاق در لغت عربی این می باشد که ظاهراً یک چیز را معلوم و بیانش می کند و در دلش چیز دیگر می باشد. و دلیل این نوع از انواع کفر قول رب العالمین تبارک و تعالی است که می فرماید ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. در سوره المنافقون آیات 30 آمده زیرا آنها ایمان آوردند و سپس کافر شدند، خدا هم مهر بر دلهایشان نهاد تا هیچ درک نکنند. یعنی ایمان آوردن به زبان ولی با دل خود کافر هستند. یعنی بر زبان خود میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، لكن در دل خود این عقیده را ندارند، بلکه در دین خود شاید این را بگویند کاش که من امریکایی می بودم یا یهودی می بودم. این علامت های کفر اکبر از نوع کفر نفاق می باشد. برادران، خواهران مسلمان، از همین 5 نوع از انواع کفر خود را زیاد دور نگاه داریم. چرا؟ ما بین ما و ما بین کفر دیوال سخت نیست. ما بین ما و ما بین کفر یک چیزی آینی سخت نیست که مایان بگوییم ما در امن و امان هستیم از کفر. هر قدری که علم حاصل کنیم، هر قدری که عمل کنیم به دین اسلام، با آن قدر ما در قلعه محکم و در قلعه خوب می باشیم. و به هر قدری که علم ما کم شود یا عمل ما کم شود، قلعه دین اسلام ما به خطر می باشد. خاطر این 5 وقت نماز را باید بخوانیم، روزه را به خاطر الله بگیریم، زکات را به نام الله بدهیم، حج اگر وسع طاقت داریم به نام الله بدون ریا و سمعت ادا کنیم، به مجلس های علمی تفسیر قرآن بشینیم تا درک پیدا کنیم معنای سخنهای باری تبارک و تعالی. پدران و مادران عزیزم، نوع دوم از انواع کفر، کفر اصغر می باشد. کفر اصغر معنایش چیست؟ کفر اصغر آن کفر را می گویند که انسان را منتقل نمی سازد که از اسلام بیرون شود و کفر، از اسلام بیرون شود به دینی دیگر، لکن خطرناک چیزی می باشد که انسان را کش می کند، او را نزدیک می کند به طرف کفر اکبر. کفر اصغر انسان را از دین اسلام خارج نمی کند، لکن خطرناک چیزی می باشد. کفر اصغر علما آن نوعی از کفر را می گویند که عملی خطرناک می باشد، کاری خطرناک است یا سخنی خطرناک می باشد،
لكن انسان را از دین اسلام منتقل نمی کند. یکی از آن نوع کفر نعمت می باشد و این قسم را کفر اصغر گویند. دلیل آن قول باری تبارک و تعالی است که می فرماید وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. در سوره نحل آیات 112 آمده خداوند پروردگار عالم فرموده و ضرب الله مثلا، قیاس میگویند خداوند که یک قریه‌ای بود و آن قریه بسیار نعمتهای خدا سرشان زیاد بود. ضرب الله مثلا، خدا باری تبارک و تعالی مثال یک شهر را زد که بسیار در آسودگی بود، بسیار در روزیش به فراخی بود، از هر جا و هر طرف به سویش ارزاق باری تبارک و تعالی برایشان می آمد. لکن مردم آن شهر پیغمبر خدا را تکذیب کرده و نعمتهای خدا را ناسپاسی نمودند. فکفرت بانعم الله، گفتند این نعمتهای که سر ما هست ما کافر به این نعمتها می باشیم. و اینجا کفر دو معنا دارد. معنای اولش که این نعمتها از طرف رب العالمین نیست، خود ما مستحق و سبب ایجاد این نعمتها هستیم و سبب اطلاق لفظ کفر سر آن، سبب دومشان این هست که آنها این اعتقاد را داشتند که مایان مستحق این می باشیم. اما مردم های مسلمان، قریه های مسلمان ها این عقیده را ندارند، بلکه آنان این را می گویند که هر نعمتی که از طرف رب العالمین سر ما آمده این از طرف رب العالمین هست، امتحان، به طور امتحان سر ما هست. آیا شکر میکنیم یا نه؟ شکر میکشیم یا نه؟ و همین اعتقاد را دارند که این نعمتها از طرف رب العالمین یک فضل و کرم می باشد. هیچ وقت طرف قوت خود، طرف اراده خود سیل نمی کند. این را نمی گویند که این چیزها پیدا شده به حول و قوت ما، بلکه می گویند به حول الله و قوته. پس کسانی که این سخن را زدند که این نعمتها مایان مستحقش هستیم، این یک نوع کفر اصغر حساب می شود. کسانی که این عقیده را داشته باشند که آنها گویند این نعمتها به سبب کوشش و کار و فکر و کردار ما پیدا شده، آنها هم در یک نوعی از انواع کفر اصغر واقع شدند. و کسانی که
به نعمتهای خداوند کافر می شوند، باری تبارک و تعالی حال آنها را تبدیل و تغییر می کنند. بعد از امن و امان ترس و لرز سرشان می آورند. بعد از رزقهای فریمان گشنگی و گرسنگی سرشان می آورند. باید انسان مسلمان هیچ وقت به اسباب دنیایی که خداوند در این دنیا جاری کردن سیل نکند الا به قدری که در شریعت آمدن. هیچ وقت مسلمان این را نگویند که من مستحق این هستم. ای خداوند، تو بنده خدا هستی، بنده پروردگار عالم هستی. وقتی که تو بنده پروردگار عالم می باشی، تو هیچ استحقاقی پیش پروردگار نداری. اگر می دهند فضل او هست، اگر می گیرند عدل او هست. پسران و دخترانی عزیزم، منتقل میشیم به مسئله دیگر که نفاق بر چند قسم می باشد. باید بدانیم که نفاق در دین اسلام بر دو نوع تقسیم می شود. اول نفاق اعتقادی، دوم نفاق عملی. و باید بدانیم که نفاق اعتقادی یک خطرناک نوعی از انواع کفر هست، چنان که پیش بیانش را کردیم. و اکثر منافقین زمان به این نوع مبتلا می باشند. نفاق اعتقادی چند قسم است. علما ذکر کردند که نفاق اعتقادی 6 قسم است و صاحب این نفاقها در زیرترین نقطه از جهنم خواهد بود، چنان که باری تبارک و تعالی فرموده: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بیشک و شبهه یقینا منافقها هستند در نقطه زیرترین دوزخ. اول نوع نفاق اکبر کسی که رسول الله را تکذیب کند، کسی که گویند که پیغمبر خدا، پیغمبر الله دروغ میگوید، این نوعی از انواع نفاق می باشد. دوم، کسی که بعضی از آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده تکذیب کند. سوم، کسی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفرت داشته باشد، به عملهای او راضی نیست، به حدیثهای او راضی نیست، به کارهای او راضی نیست، به سیرت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چین و چنان میگوید. چهارم، کسی که نفرت داشته باشد از بعضی از چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد باری تعالی آورده است. چنین که ما میشنویم از بعضی کسانی که ایمانشان ضعیف هستند میگویند که چرا این طور سخنی پیغمبر گفته، چرا این طور نگفته؟ ای برادری مسلمان، تو ایمان آوردی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر الله هست، پس نمیشه که تو عقل خود را سری او حاکم کنی، برای او بگویی که اینطور بگو، اینطور نگو، اینطور بکو، اینطور نکو.
وقتی که گفتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، برایت این جایز نیست که تو خواهشات خود را حاکم کنی سر پیغمبر خدا و بگویی که من این چیز را خوش دارم، چرا نگفتی ای پیغمبر خدا؟ من این چیز را خوش ندارم، چرا بیانش را کردی و آن را در دین خدا مسائل دین ساختی؟ پنجم نوعی از نفاق، خوشحالی به نقصانی و کم شدن دینی مبین اسلام و طرفداران آن. هر وقت که مسلمان در دلش خوشحالی پیدا شد که اسلام به کوبیدن و به پایین شدن رفت، خوشحال شد، این علامه از علامه های نفاق اکبر می باشد. یک نوعی از انواع نفاق اکبر هست. ششم نوعی از انواع نفاق اکبر، نفرت داشتن از پیروزی اسلام بر کفر. در زمانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کسانی از منافقین بودند که آنها وقتی که مسلمان ها سر کافرها کامیاب می شدند غمگین می شدند و وقتی که کافرها سر مسلمان ها کامیاب می شدند آنها خوشحالی را اظهار می کردند. اما نوع دوم نفاق عملی. نفاق عملی انسان را از دایره اسلام خارج نمی کند، لکن بسیار کارهای خطرناکی است. اگرچه نفاق عملی یک قسمی از اقسام گناه می باشد، کفر نیست، لکن لازم هست سر مسلمان که از این اقسام خود را دور نگاه داشته باشد. نفاق عملی چند قسم می باشد، چنان که در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و در آیات های قرآن آمده معلوم می شود که نفاق عملی 5 قسم است. دلیل آن حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند آیت المنافق 3، علامه منافق یعنی نفاق عملی 3 چیز می باشد. اذا حدث کذب، وقتی که سخن گفتن دروغ می گوید. و اذا وعد اخلف، و اگر وعده دهد وعده خلافی می کند و با وعدش عمل نمی کند. و اذا اؤتمن خان، و اگر به او امانت سپرده شود خیانت می کند. در این حدیث 3 علامه های از منافقین را پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند. یعنی ای مسلمان ها، شما از این 3 کار خطرناک دور بگردید. خاطر این رب العالمین در قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که شمایان ایمان آورده این، از الله بترسین، همیش با راستگویان باشید، همیش با راستگویان باشید. و همچنین رب العالمین فرموده صفت مؤمنان را بیان کرده اوفوا بالعقود، وفاداری کنین به عهد و وعده عقد خود. و همچنین رب العالمین فرموده لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. هرگیز خیانت الله را نکنید، خیانت پیغمبر او را نکنید، خیانت امانتهای خود را نکنید. در دیگر حدیث 2 علامه های نفاق عملی را بیان کرده. پیغمبر
صلی الله علیه و سلم فرموده اذا خاصم فجر، اگر خصومت نماید فجور، بد و بیراه میگوید. و اذا عاهد غدر، و اگر عهد کند به عهد خود استاد نمی شود. پس از این 5 علامه معلوم شد که هر مسلمان این 5 صفت داخلش بود، علامه های منافقی داخلش هست. همیش راست بگویین، همیش به وعده خود استاد باشید، همیش به امانتهای خود خیانت نکنید، همیش وقت خصومت، جنگ و جدال اگر می شود دروغ و فاحشه و دو نزنید و به عهد و وعده خود استاد باشید. به این قدر امروز کفایت میکنیم. از الله تمنا دارم که ما و شما را به علم نافع توجه دهد و به عمل نیک ما و شما را موفق کند. و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والحمد لله رب العالمين.